دلوش دلوش مناد کن اوره واه وشدل دور شد میریم بلوچ ها وشدل خواستیم بونگب او دلوش پدا افغانستان بله چه دیگه کپی چه دیگه نیمگی وشدل ایچونین کپی ایچونین نیمگی دلوش جهما کپا جهما نیمگا که کس نچاری ما هما کپا لکه بین هما نیمگا چاری که کس نچاری وشدلی و شوکین گپی او دلوش دلوش مرچی آمریکای آخری رویچ بیتن آمریکا تو مردم برد آخری بالیگورا با آخری آخری جنرال و سفیر سوار بیتن شد دلوش گپ ادانند کپ که من گوشون ادانند کی مغربی ملکانی پوج مردم مختلفین تنظیم انترنشنالی چیر تنظیمی است چینچو انسانی ارزشتانا جاگاه هست چینچو مانید چینچو پشت کپید به افغانستان محلوب مردم اولوس دلوش راسته مغربی ملک افغانستان یله داد ولی هنگی این صدی ها پرنگ 200-300 سال پیش نه که آمریکا یا این ملک آن ملک برو عراق و افغانستان بگیبت پوات بکن آی وطی هما قوم راجی ملک یہ اجازت ندهیم همه خیال کرده که چی افغانستان و عراق مردم و تارا سنبالند ما ایشانا چه دیکتاتوری یا چه ای و دیگرا بچین تک این تو ملک سنبالند بله دلوش ای صاف دلی مردم همه خیال کنن که درو پرنگ ماین نزانه که چونه دلوش افغانستان 30 زبان گیشن 30 چه کوما دهانا چه برو بالا طالب چس بوده چه پشتون هما هند که 60 مختلفین پرت و قوم و چست و ایران چه 60 تا مسترین قومن پشتون ازبک تاجیک هزاره این مسترین آنه ای فاسدی اشرف غنی حکومت ها کم باز انسانی ارزش هم بوده هستن که مازنین چستی ری کرتی مغربی ملکان بله ای که چین چوک دلوش گو میلیاردان دلار ارزش که سلاح و سامان و مغربی ملک افغانستان هشت ای زانک بید بارین که انسانی ارزش هم منتند و آمانی کدرا کساسا کسی زاند دلوش
آ کپ آ نیمک من تر گوشان چارک لوٹید کسی نچارید درو دنیا هواکن که افغانستان پوج چون این پوجی باید که هیچی نکن دلوش بوتکن که افغانستان پوجا گویی مغربی محلوک مردم که بودن بوتکن آیا همین انسانی ارزشت بوا جتک دلوش مطلب وشدل مطلب ادانه مغربی ملکان پوجا خاص کاری است یک ملکی پوجی سکیوریتی اداره ایو آی آ همیزان که آیی خاصین کار گدنی مردمانند نه گوگوتی مردمان آ که وتی مردمان بجن بکشید گار بکن آ پوجی نه آ ملکی سکیوریتی نه البته دلوش ادا آزادی ملکانی دیکتاتور ملکانی حساب کتاب و دیگه وڑا آزاد ملک تو پوجا مروچی کجام یورپی ملکا بگوشه که تو برو پلانا جاگا هات زرشانی بیته توشان بکش آردر هم بدم تو گوشه مگه پوج گنوه که پوج سروه که برو تو مردم رو بکشید گوشی من نجم منی کارشی نه منی حسه منی کار همشه این که چهی ملکا من بسنبالان اگر دنی چستیری بود گوره منی ضرور جنجال انت منی مسئله هاو دلواش بوتکن که مردم کم که بچارید که ای پوجا بلکه ما انسانی بوا لگتک دلواش افغانستان جغرافیا مپ و نقشه تو بچاره یک ملکی نام انتی افغانستان بله تو حقیقت دلواش بچاره سی مختلفین زبان و دهان 10 قومن که هر یکی آدگر رو نمینی هیچ کجام افغانستان خاصین نام اصلی مسئله و آیا داشت و برداشت نیست پرچا که مسترین زورین منو نمنید چهارمی پنجمی یا نمنید آیی سرا ظلم بید گپ ادانه دلوش یورپ ملکان دراهین تو بچاره یک قومی یک نشنالیتی یک زبانی یک کلچر و دود رو بیدگی هاو بلگین و بلژیک بگیر تا جرمنیا یا سویزرلند بودن ترا 4-5 زبان قوم یدگر آدگر هم دسته کپید بله آوانی هر یک زبان قومی درست قانونی هم این چوک تره حکه آدگر حکه دلوش سک دراج کش بید گپ هم بازن بون گپ اصلی هم منطقه بله گپ ادانن که افغانستان ها گویی ناما گویی جغرافیا و گویی مزنی قومان و زبانان باز وقت تیم بلگید که آیا یکی افغانستانی ارزشت و احساس بزن بله ایشی شرین درسی به یدگر و آدگران اگر کسی بماری تو بزند این همامون جنجاله وشدل و دلوش باتید